اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهرانی با عزت و با احترام، بنده تصمیم گرفتم برای شما موحدین گرامی فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را با شرح استاد الدکتر محمد ابن عبدالرحمن الخمیس با زبان ساده تاجیکی پیشنهاد بکنم و این کتاب را که بنده میخواهم برای شما برسانم الفقه الاکبر می باشد و صاحب این کتاب صاحب مذهب ما و شما امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد و این کتاب را عبدالرحمن خمیس شرح داده است به موافق عقیده اهل سنت والجماعه. و شروع میکنیم از شرح عبدالرحمن خمیس. عبدالرحمن خمیس پیش از آنه که در این کتاب داخل بشود اولا مقدمه گذاشته است. نوشته است که المقدمه، یعنی که مقدمه یا پیش سخن. شیخ میگوید که ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران. وكما قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. وكما قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد. این هست مقدمه شیخ عبدالرحمن خمیس و این خطبه حاجت می باشد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اصحابش را تعلیم می داد و برای اصحابش این خطبه حاجت را تعلیم می داد و جزء از این خطبه را ابو داود در سننش روایت کردگی است و در آخر این خطبه میگوید که
فإن اصدق الحدیث کتاب الله، پس هر آینه راستترین سخن کتاب الله تبارک و تعالی می باشد. یعنی قرآن عظیم الشأن راستترین سخن هست. و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، و بهترین راه و رویش محمد صلی الله علیه و سلم هست. و کل محدثة بدعت، و همه آن چیزی که نوپیداست در دین بدعت می باشد. و کل بدعت ضلالت، و همه بدعت در دین گمراهی می باشد. و کل ضلالت فی النار، و همه گمراهی عاقبتش آتش دوزخ می باشد. اما بعد، پس عبدالرحمن خمیس شروع می کند به سخنهایی که می خواهد پیش از این کتاب فقه اکبر را شرح دادن برای ما و شما پیشنهاد بکند. عبدالرحمن خمیس می گوید فإن کتاب الفقه الأكبر لإمام ابی حنیفة فی مسائل اصول الدین، می گوید هر آینه کتاب فقه اکبر از آن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد و در این فقه اکبر مسائل اصول دین صحبت می شود. یعنی که درباره اصول دین هست، درباره عقیده و خداشناسی می باشد. من الكتب المشتهرة التي اعتنى بها كثير من علماء الحنفیة، و همچنین می گوید این کتاب فقه اکبر از جمله کتاب‌های مشهور است که تکیه کردگی است به این کتاب یا اهمیت دادگی هستند به این کتاب بسیاری از علمای حنفی شرحا و تدریسا و غیر ذلك، که این کتاب فقه اکبر را بسیاری از حنفی مذهبها شرحش دادگی هستند و درس دادگی هستند این کتاب را و غیر ذلك، و غیر از این با دیگر طریقها این فقه اکبر را علمای حنفی برای حنفی ها پیشنهاد کردگی هستند. و اهتم به غیرهم من العلماء بعد ان ذاع صیته، و همچنین اهمیت دادگی هستند به فقه اکبر غیر از علمای حنفی من العلماء، یعنی از عالم های دیگر عالم هم همچنین به فقه اکبر اهمیت دادگی هستند بعد ان ذاع صیته، بعد از اونه که شهرت این کتاب پهن شد و بعد از اونه که این کتاب مشهور شد که تمام مردم دانستند که کتاب به نام فقه اکبر نسبت داده به سوی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد. از این حساب بسیاری از علما همچنین رو آوردن به فقه اکبر. ولم اقف على من شرحه شرحا موافقا لمذهب السلفی. عبدالرحمن خمیس میگوید و نمیدانم و توقف نکردم بر این که کسی شرح داده باشد فقه اکبر را شرحی که موافق باشد به مذهب سلف. یعنی که این را نمیدانم که یگان عالمی یا نیست یگان عالمی که تا به امروز کتابش مشهور شده باشد که فقه اکبر را به موافق مذهب سلف صالح شرح دادگی باشد. حيث ان عامة شراح قد شرحوه بطریقة توافق طریقة المتکلمین، چگونه ای که معروف و معلوم است که عامة شراحی تمام شرح دهنده هایی که فقه اکبر را شرح دادگی هستند قد شرحوه، در حقیقت شرح دادن فقه اکبر را، اما بطریقة با یک راه با روشی که توافق طریقة المتکلمین، یعنی که موافقی راه و روش متکلمین هست. چند شرحایی که از فقه اکبر هست
البته را اون شرحها موافقی عقیده اهل کلام و طریقه متکلمین شرح دادگی هستند. وقد اعتمد عليه علماء الحنفیة وقرروا انه عقیدة الامام. و همچنین در حقیقت اعتماد کردگی هستند بر همین فقه اکبر، یعنی که باوری کردگی هستند بر فقه اکبر علمای حنفی، و همچنین اقرار کردگی هستند علمای حنفی که انه عقیدة الامام، هر آینه همین فقه اکبر عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد، یعنی که علمای حنفی این را اقرار کردگی هستند. و یدل علی ذلك کثرت شروحه، و همچنین دلالت میکند بر این بسیار شرحهایی که فقه اکبر را شرح دادگی هستند که هر کسی که شرحش میتید نسبت به امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نسبتش میدهد، و یا اگر شرحش ما و شما نظر بیاندازیم موافق به طریقه و روش متکلمین شرح دادگی هستند. ثم ان هذا الكتاب معول عليه عند الماتریدیة، پس هر آینه این کتاب یعنی کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی معول علیه، یعنی که اعتماد کردگی هستند بر همین کتاب فقه اکبر یا کتاب معتمدش میدانند در نزد ماتریدیه ها. ماتریدیه ها میگویند این کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است و همچنین یکی از کتاب‌های معتمد در نزد ماتریدیه ها کتاب فقه اکبر می باشد. و مع ذلك خالفوا بعض مسائله، و با وجود آنه که ماتریدیه ها میگویند کتاب معتمد ما فقه اکبر است، متاسفانه خالفوا خلاف کردن ماتریدیه ها بعض مسائله، بعض مسائل فقه اکبر را، یعنی که در بعض مسائل ماتریدیه ها مخالفت کردگی هستند به فقه اکبر. کما فی عصمت الانبیاء، همچنانه که در عصمت پیامبران اگر ما نظر باندازیم ماتریدیه ها خلاف فقه اکبر اعتقاد دارند درباره عصمت انبیا، و همچنین و بعض مسائل صفاتی، و در بعض مسائل صفات ماتریدیه ها خلاف دارند به فقه اکبر، که در فقه اکبر صفات الله تبارک و تعالی را بدون تعویل و تحریف و تشبیه اثبات میکند امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، اما ماتریدیه ها مخالفت میکنند و قبول ندارند یا تعویل میکنند سخنان امام ابو حنیفه رحمه الله را با آن چیزی که خودشان خواهش دارند و آن چیزی که خودشان میخواهند و غیرها. و در غیر این دیگر مسئله ها همچنین خلاف ها وجود دارد. باذن الله تبارک و تعالی و با کمک الله سبحانه و تعالی در درس های آینده در شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در شرح متن هر مسائلی که واخوردیم مخالفت ماتریدیه ها را البته را بیان خواهیم کرد. فهو حجت علیهم، پس همین کتاب فقه اکبر حجت بر ضد ماتریدیه ها می باشد که اصلا میگویند فقه اکبر در نزد ما کتاب معتمد است و اما مخالفتش میکنند، یعنی حجت بر ضد ماتریدیه ها خودی کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است. از این حساب است که فرق است بین عقیده ماتریدی و بین عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، و فرقش همچنین بین زمین و آسمان هست، فرقیتی به اندازه بزرگ دارد. غیر از متعصبین هر یک طالب علم این را می داند، اما برای متعصبین کسانی که تعصب دارند برای اونها الله میسر نمی گرداند که این مسائل را بداند. پس این دلیل است که فرق است بین عقیده ماتریدی، یعنی که بین عقیده ابو منصور ماتریدی و بین عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی.
در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید ثم إن هذا الكتاب في جملته يوافق ما قرره طحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة المشهور المنسوب إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. عبدالرحمن خمیس میگوید ثم إن هذا الكتاب، پس هر آینه همین کتابی فقه اکبر فی جملته، اگر در عام بگیریم، یعنی که عام اگر ما نظر باندازیم، یوافق ما قرره طحاوی، موافقت میکند به آن چیزی را که اقرار کردگی است و پیشنهاد کردگی است امام طحاوی رحمه الله تعالی فی بیان اعتقاد اهل سنت و الجماعت. امام طحاوی رحمه الله تعالی در بیان اعتقاد اهل سنت و الجماعت که مشهور از کتاب امام طحاوی رحمه الله تعالی و همچنین عقیده طحاوی منسوب است، یعنی نسبت داده شده است الی ابی حنیفه، به امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و ابی یوسف و همچنین به امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه الله رحمتش بکند و محمد ابن الحسن و همچنین شاگرد امام ابو حنیفه محمد ابن حسن الشیبانی رحمهم الله تعالی، الله همشون رو رحمت و مغفرت بکند. یعنی که عقیده امام طحاوی نسبت داده شده می باشد به این سه عالم بزرگ اهل سنت و الجماعت، یکم امام ابو حنیفه، دوم ابو یوسف و سوم محمد ابن حسن. همچنین کتاب فقه اکبر اگر ما در عام نظر باندازیم، عموما نظر بکنیم، موافقت میکند به عقیده طحاوی که امام طحاوی جمع آوریش کردگی هست. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید و راوی هذا الكتاب هو حماد بن ابي حنیفه النعمان بن ثابت الكوفی. و راوی این کتاب، یعنی که روایت کننده کتاب فقه اکبر، اون حماد پسر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد که امام ابو حنیفه نامش نعمان ابن ثابت است و هم امام ابو حنیفه و هم حماد از کوفه می باشند، کوفی هستند، اهل کوفه هستند. فهو ابن المصنف رحمه الله و حماد پیسر مصنف می باشد، یعنی که حماد پیسر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد و هو ادرا بمذهب ابیه من غیره، و خودی حماد بهتر می داند مذهب پدرش را از دیگرها دیده، یعنی که مذهب امام ابو حنیفه را، راه و روش امام ابو حنیفه را از دیگرها دیده حماد که پیسرش است اون بهتر می داند. قال عنه ابن خلیکان، و درباره حماد ابن خلیکان میگوید که انه کان علی مذهب ابیه و انه کان صالحا خبیرا. میگوید هر آینه حماد در مذهب پدرش بود، یعنی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بود و انه کان صالحا خبیرا. هر آینه حماد یک مرد صالح، یک مرد با تقوا بود و همچنین انسان خبیر بود و انسان با خبر بود از مسائل. و این از سخن ابن خلیکان درباره حماد پسر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید که وقد ضعفه بعض المحدثین فی روایتی، و در حقیقت ضعیف دانستگی هستند بعض محدثین حماد را در روایت، یعنی که در روایت حدیث حماد پسر امام ابو حنیفه ضعیف می باشد. بعض محدثین ضعیفش گفتگی هستند. ولكننا لا نقدح في روایته لهذا الكتاب لملاصقته لابیه، ولیکن میگوید ما هر آینه عیب نمی جوییم در روایتی حماد که این کتاب را روایت کردگی است، فقه اکبر را روایت کردگی است، میگوید ما در این قدحش نمیزنیم، یعنی که ضعیفش نمیدانیم یا عیب جوییش نمیکنیم، لملاصقته لابیه، به خاطر آنکه پیوسته و همیشه همراه پدرش بود، دائمی همراه پدرش بود. از این حساب میگوید ما در این کتاب یا در روایت این کتاب فقه اکبر قدحش نمیکنیم یا عیب جوییش نمیکنیم.
ولأن العلماء تناقلوا هذا الكتاب فيما رأينا فيه من مخالفة لما قرره طحاوی في عقيدته جزمنا أنه ادخل فيه. عبدالرحمن خمیس میگوید به خاطر چی ما حماد را عیبجویی نمیکنیم در روایت این کتابش؟ میگوید لأن العلماء، زیرا اینکه عالم ها تناقلوا هذا الكتاب، نقل کردگی هستند این کتاب را، فيما رأينا فيه من مخالفت، در هر آن چیزی که دیدیم ما در همین کتاب یگان مخالفت، یگان ضدیتی که در کتاب دیدیم که ضدیتی بکند یا مخالفت بکند لما قرره طحاوی فی عقیدته، آن چیزی را که بیان کردگیست، اقرار کردگیست امام طحاوی در عقیدهش. یعنی که هر سخنی فقه اکبر اگر موافق عقیده امام طحاوی نباشد، پس ما آن سخن را جزمنا انه ادخل فیه، میگوییم که آن سخن داخل شده در کتاب فقه اکبر می باشد. یعنی که ما تصمیم میگیریم که همون سخنهایی که مخالف به عقیده طحاوی هست در فقه اکبر داخلش کردن، ولیس من کلام الامامی، یعنی که اون از سخنهای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نیست. مثل ما جاء، شیخ عبدالرحمن خمیس چند مثال میارد برای یقین کردن هر یک شنونده که بعض مسائل هست که در فقه اکبر جایش کردن، داخلش کردن که اونها سخنان امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نمی باشد. میگوید مثل ما جاء، مثل آن سخنهایی که در فقه اکبر آمدگی هست، در متن فقه اکبر میگوید که ان الله کلم موسی بکلامه الذي هو له صفة في الازل و هو یتکلم بلا آلة ولا حرف. این متن فقه اکبر می باشد که معنایش این است که ان الله کلم موسی، هر آینه الله تبارک و تعالی سخن گفتگیست با موسی، بکلامه الذی هو له صفة، بس سخنی که آن سخن برای الله تبارک و تعالی صفت است در ازل، یعنی که از اول صفت الله تبارک و تعالی است که الله سخن میگوید. تا اینجا عقیده اهل سنت و الجماعت است. اما دوامش کی میگوید و هو یتکلم بلا آلة ولا حرفین، این سخن امام ابو حنیفه نیست که میگوید اون الله تبارک و تعالی سخن میگوید بدون آلت و بدون حرف، یعنی بدون آلت و بدون حرف الله سخن میگوید. البته این تهمت در حق امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است و این عباره همچنین از عباره های امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نمی باشد و از اعتقادی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نمی باشد. این یکم مثال آورده شیخ عبدالرحمن خمیس. و قوله، و دویم مثال را عبدالرحمن خمیس می آورد که همچنین در فقه اکبر یک عباره دیگر وجود دارد که از سخنان امام ابو حنیفه نیست، که اون عباره این هست لفظنا بالقرآن مخلوق، یعنی که لفظ ما به قرآن خواندن این مخلوق هست. همچنین این هم در آورده شده در فقه اکبر هست. این دویم مثال آوردهش. و قوله، و سیوم مثال را که عبدالرحمن خمیس از متن فقه اکبر می آورد که سخنان امام ابو حنیفه نیست، میگوید ولا یکون بینه و بین خلقه مسافه، و نمی باشد بین الله تبارک و تعالی بین آن خلق الله سبحانه و تعالی مسافه در روز قیامت، در وقت دیدار الله تبارک و تعالی میگوید بین الله و بین بنده یگان مسافت وجود ندارد. این هم همچنین سخن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نمی باشد. عبدالرحمن خمیس در دوام عباره میگوید فکل هذا مما احدثه المتأخرون بعد ابی حنیفه ولا یعرف هذا فی کلام سلفی. پس همه این سخنهایی که آوردیم، سه مثالی که آوردیم و همچنین در آینده ها انشاءالله رب العالمین هر سخنی که از سخنان امام ابو حنیفه نباشد به سمع شما خواهیم رسانید، میگوید مما احدثه المتأخرون، از جمله سخنهایی هستند که با وجود آوردگی هستند این سخنها را
عالمای متأخرین بعد ابی حنیفه که بعد از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی آمدند، اینها بدعت اونها هست یا با وجود آورده اونها هست. ولا یعرف هذا فی کلام سلفی، و شناخته نمی شود این سخنها را در سخنهای سلف صالح. یعنی که سلف صالح این طور سخنها را به زبان آوردگی نبودند، در اون زمان این سخنها نبود. فمنها ما یرجع الى ان کلام الله معنی نفسی، پس از جمله بدعت هایی که به وجود آوردند میبرد انسان را یرجع الى ان کلام الله معنی نفسی، میبرد یا بر میگردد بر این که هر آینه سخن الله تبارک و تعالی معنی نفسی هست، یعنی که کلام نفسی هست، یعنی که کلام حقیقی نیست. زیرا که اهل بدعت کلام را به دو قسم تقسیم کردند. یکم گفتن کلام لفظی می شود و دویم گفتن کلام نفسی می شود. البته این تقسیم کردن باطل هست و با وجود این هم این دو تقسیم کردنشون گرفته شده از یک شعری نصرانی هست که یک نصرانی یک شعر ده کلام را به دو قسم تقسیم می کند. اهل کلام یا اهل بدعت شعر اون نصرانی را دلیل میگیرن بر اینکه کلام به دو قسم تقسیم می شود، اما در اصل کلام تقسیم نمی شود. زیرا اینکه کلام چیزی را میگوین که گفته می شود، لفظ می شود و تلفظ می شود، اون را کلام میگویند، با البته معنا داشته باشد. پس این سخنهای بدعتایی که در این کتاب جایگیر کردن عاقبتش به این میرساند که گویا الله تبارک و تعالی در حقیقت صحبت نکرده است، بلکه کلام نفسی هست، یعنی حقیقی نیست بلکه نفسی هست. و همچنین میگویند که و ان القرآن الذي نقرأه عبارة عن ذلك المعنى النفسی، و هر آینه قرآن را که میخوانیم، میگویند یعنی قرآن امروز در خانه یکویا که ما و شما هست این را میخوانیم، میگویند عبارة عن ذلك، عباره از همان معنای نفسی هست، یعنی کلام حقیقی الله نیست میگویند بلکه کلام نفسی الله تبارک و تعالی هست میگویند. یعنی که یک تقسیم بندی گمراه کننده که هیچ معنی و یا هیچ فایده برای موحدین ندارد این سخنها بجز از گمراه کردن عوام. و در دوام عباره میگوید و هذا مذهب احدثه ابن کلاب، و همین مذهب است که به وجود آوردگی است این را ابن کلاب این را به وجود آوردگی است، یعنی که مؤسس این مذهب ابن کلاب می باشد. و منها ما یرجع الى بدعت تلفظ بالقرآن، و از جمله بدعت های هست که میبرد انسان را یا بر میگرداند انسان را به بدعت های تلفظ به قرآن، بدعتی که درباره لفظ قرآن آوردگی هستند و به وجود آوردند انسان را به این میبرد. که این بدعت تلفظ به قرآن را و اول من احدثها الکرابیسی فی زمان الامام احمد ابن حنبل، و اولین کسی که این بدعت را به وجود آوردگی هست کرابیسی می باشد که در زمان امام احمد ابن حنبل به وجود آوردگی است این بدعت را، یعنی که بعد از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی پس این بدعت ها به وجود آمدگی هستند. و منها ما یرجع الى شروط مخترعه، و باز از جمله بدعت های است که میبرد و میرساند انسان رو به شرط های مخترعه، یعنی که به شرط های نوپیدا و به شرط های نو به وجود آورده، که به وجود آوردن شرط های را گذاشتن که برای رؤیت دیدن الله تبارک و تعالی در روز قیامت شرط گذاشتن. اون شرط چی هست؟ یعنی که مسافه بین بیننده و بین الله وجود ندارد، این را گفتند. یا گفتند الله در کدام جهت معینی نیست، در یگان جهت نیست. وقتی در یگان جهت که نباشد پس معناش میگوید توجب امتناع رؤیتی، لازم میگیرد ناممکن بودن دیدن الله تبارک و تعالی را، یعنی که در یگان جهت نباشد، در یگان طرف نباشد، انسان چی طور میبیند الله را؟ از این حساب این بدعت ها
آخرش به این میرساند که لازم میگیرد که گویا که الله تبارک و تعالی دیده نمیشود در روز قیامت. نعوذ بالله من ذلك. و هذا مما احدثه اهل الكلام من الاشعریه والماتریدیه. و این بدعت ها از جمله آن بدعت های می باشد که احدثه اهل الکلامی، با وجود آوردگی هستند این بدعت ها را اهل کلام، از جمله اشعریه ها و ماتریدیه ها. یعنی که این بدعت های اشعری و ماتریدیه ها می باشد که این را با وجود آوردگی هستند. فکل هذا مما ادخل على هذا الكتاب. پس همین بدعت ها از جمله همان چیزهایی که داخل کرده هستند در همین کتاب فقه اکبر، اینها از اهل بدعت هستند. و ما عدا ذلك، و غیر از بدعت هایی که در کتاب فقه اکبر جای کردن، فیظهر انه کلام الامام رحمه الله. پس آشکار می شود و روشن می شود که هر آینه سخن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد. یعنی که بدعت هایش سخنان امام ابو حنیفه نیست، اما غیر از بدعت ها سخنان امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است. او من تخریج ولده حماد علی کلامه، یا از تخریج فرزندش حماد هست. یعنی که فرزند امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که حماد نام دارد، سخنان پدرش را جمع آوری کرده است در فقه اکبر، که در آینده ها انشاءالله میخوانیم که جمع آوری کننده این کتاب فقه اکبر کی هست. یعنی که حماد هست، پسر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، و این فرزند امام ابو حنیفه سخنان پدرش را جمع آوری کرد و به یک کتاب برای امت تقدیم کرد، یک کتاب برای امت پیشنهاد کرد. پس این هست سخنان یا مقدمه یا پیشگفتار از شیخ عبدالرحمن خمیس، و درس را در اینجا به پایان میرسانیم و تا درس آینده یکایک شما برادران و دوستان را به الله تبارک و تعالی می سپاریم. هر کجایی که باشید سربلند باشید و هر کجایی که باشید با عقیده اهل سنت و الجماعت باشید. و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.